سلام دوستان، خوش آمدید به کانال دویومی من ولاگ لوازمات روزگار. البته شما با من شناس هستید. من کانال پخت و پز های خانگی شهنازه می باشم. مقصد دویم کانال کشادنی من در آن است که آخرین وقت برای من زنگ های تلفن و SMS ها به حد بسیار شدند. از کدام سبب بسیاری زنها یعنی سوال میتیان درباره کریم، درباره مسئله ها، درباره چه خیلی من یعنی پروداکتم کنم برای پخت و پز یا ویدیو کنم یا که صورتش برای آنها رای کنم. من تصمیم گرفتم که دویم کانال تشکیل کنم. برای آنکه کانال پخت و پزم باید کانال پخت و پز استاد، تنها ویدیوهای پخت و پز شود. برای همین تصمیم گرفتم این کانال را کشم و نامش را لوازمات روزگار مانم، برای آنکه به تمامی زنها لوازمات روزگار بوده را من ویدیو میکنم. ان شاء الله حرکت میکنم که از ویدیوهای من یعنی زنهای ما قناعت بخش میشن. نه تنها درباره پخت و پز مسئله یگانچی، مثلا درباره های پسوده ها، درباره تکنیکا، دخابکا، میکسر چی که زنها استفاده میبرن برای روزگار، برای همش من یعنی ویدیو میکنم. برای خانه چی ها لازم، یعنی پرده، پلاس، یعنی میبل ها، چای که لازم باشد. کم کم ولاگ میشد از یعنی روزگاری ما چه خیلی میگذرد، یعنی روزگاری کانال پخت و پز های خانگی. الکی بسیاری به اینترس نکی خیلی من روزگاری من چه خیلی میگذرد به حد آخران وقت درباره همینم بسیار سوال ساز. برای همین تصمیم گرفتم همین کانال را تشکیل کنم. ان شاء الله با دستگیری یکدیگر پیش میریم. الکی زنها من میشناسن، من یعنی حرکت میکنم در کانال پخت و پزم فقط پخت و پز های کم خرج عادی تیار کنم، برای آنکه الکی من یعنی زنهای تاجیکی خودمانو میدونم که یعنی تاجیکی ما چخیل استفاده بریم، چخیل یعنی زندگی روزگاری ما. برای همین من حرکت میکنم که انشالله در این کانالم هم یعنی لوازمات روزگاری برای زنها در کاری، یعنی در هر یک ولاگم باید یعنی برای زنها یگان فایده آور چیز باشد. برای همین خواستم همین کانال را تشکیل کنم. انشالله با دستگیری همدیگر پیش میریم. باقی در پناه خدا باشد. یعنی پیام نامه کانال امروزی من بود.